باشه پول در نیاری هلاکی به خدا قسم. میگه یه پولی به امام صادق علیه السلام رسید، من اونجا بودم، تا پول رسید بلافاصله یه نفر رو پیدا کرد گفت باش کار کن. دوست ندارم پول راکت بمونه، پول باید افزایش پیدا کنه. بعدم صدا زد خدایا من پول پرست نیستم، به خاطر اینکه تو دستور دادی انسان باید نعمات تو رو فوایدش رو زیاد بکنه این کارو کردم. بعد میگه ایشون رفت کار کرد، پولش اضافه شد، برگشت به آقا خبر داد آقا اینقدر 100 دینار یا 100,000 دینار سود کرد پولتون، بردمش تجارت کردم این سودو داد. آقا اینقدر تبسم کرد تمام دندانهای شریف آقا پیدا شد. از هنرت، از ارزت، از خلاقیتت پول در بیار. رفتی کوه؟ آره. یه چیزی دستت بگی برو بالا بفروش. الان کجا داری میری؟ دارم من مشهد ببین چیزی نمیخوان اونجا رفقای کاسب از تهران بگیری با خودت ببری تو ساک، پول در بیار. این تولید ارزش افزوده ناموس خلقته. خانوما تو خونه چیکار میخوان بکنن؟ اصلا میشه مسجد باشه، در کنار مسجد یه غرفه‌ای نباشه، یه خونه‌ای وقف مسجد نکنن برای اینکه خانم‌های محل دور هم جمع نکنن یه کار تولیدی انجام بدن؟ این مسجده به نظر شما؟ بعد امام جماعت وایس اونجا گناه نکن، بعد چیکار بکنه آخه بیچاره؟ کاری نداره بکنه. دشمن ارزش افزوده چیه بگید؟ زندگی کارمندی.